خوش اومدیم به ولاگ ساده. امروز پا شدم مسواک زدم، صبحونه برای خودم حاضر کردم، کتاب خوندم، ناهار خیلی 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 خوشمزه خوردم. بعد لباسای باشگاه میخواستم حاضر کنم که برم باشگاه. بعد دیگه توی آب خنک باید بخوریم. بعد موهامون رو اتو میکشیم اینجا که یه ذره موهام لخ باشه. من خیلی موی لخ دوست دارم. بعد اینجا موهامو کار کردیم که یه حالت پفش بده که قشنگ بتونم شروع کنم. بچه می‌دونستیم موهای من خودش کلیه. آره بعدش 20 دقیقه باید باشگاه باشم. اینجا هم که حاضر شدم برم باشگاه که من بعد یه هفته دارم میرم باشگاه. اینجا هم که میبینید دارم میام، نتونستم باشگاه براتون ویدیو بگیرم. بعد دیگه موهامو سشوار کردم. بعد دیگه